جالبه، همیشه از بچگی برام سوال بود که چرا شیر سلطان جنگل باشه. مگه فیل و کرگدن و خیلی حیوانات دیگه درشتر و بزرگتر و قوی‌تر از اون نیستن؟ اما همیشه بزرگترای ما با میگفتن شیر با ابهت‌ترین و شایسته‌ترین حیوان برای سلطان جنگل بودنه. تو این کلیپ نگاه میکنین چند تا شیر یه گاوو زدن زمین و دارن خودشونو آماده میکنن که یه شکم سیر از غذا در بیارن، تا اینکه شیرای ماده متوجه میشن که این گاو حامل است. اون وقت بین خودشون شیرای نر یه دعوای ساختگی را میندازن، یه جنگ زرگری، تا این گاو به زندگی برگرده و بچه‌شو سلامت به دنیا بیاره. و درس بزرگی رو این گربه‌سانان به ما انسان ها میدن. گاهی وقتها شیرها روزهای زیادی رو گرسنه میخوابن، چون نه مثل کفتارها لاشخورن و نه مثل روباها دزدن. اونها شیر هستن، لاغر میشن اما اصالتشون رو از دست نمیدن.